میگویند که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شخصی که 2 یا 3 ماشین کاری دارد، یعنی آن کم است، درآمد می‌آورد، زکات واجب می شود یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شخصی که ماشین کاری دارد، یعنی کم است و با آن ماشین ها درآمد می آورد، جمع می کند، به خود ماشین هایش زکات واجب نمی شود. مثال دیگر، شخصی هست که چند مغازه ها دارد، خود قیمت مغازه ها یا مهمانخانه دارد، مثلا خود قیمت مهمانخانه یا مغازه یا بگذار زواد و فابریک باشد، قیمت آن را حساب کرده از آن زکات گرفته نمی شود، مگر در حالت فروش. اگر کسی که مثلا کماز می فروشد، ماشین می فروشد، از آن ماشین ها بله زکات می دهد. اما از این ماشین های کاری که به اجاره داده است یا اینکه خودش در آن کار می کند و به واسطه آن پول جمع می کند، به خودی قیمت کماز یا ماشین زکات واجب نمی شود، بلکه از آن مبلغ هایی که جمع آوری کرده است در یک سال 1 مرتبه اگر مالش به نصاب رسد، در روزی زکاتش بعد 2.5% آن را زکات می برآورد. هر یک بنده روزی زکات دارد، روزی که مالش به نصاب رسیده است، روزی که بر ذمه اش زکات واجب شده است، انا همان روزی تاریخی مال و ملک، آن چیزهایی که برای فروش پیشنهاد کرده است، پول نقد، مالهایی که در دست مردم هست، مثلا قرض داده است که به نزدیکی برمیگردانند، یعنی اینها را همش را جمع می کند و از نوع این 2.5% آن را زکات می برآورد. اما خود این ماشین یا مثلا مغازه یکی دارد، قیمت آن را حساب کرده از آن زکات نمی دهد. والله تعالی اعلم.